ساشا اوه 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 بذار خطر. بذار 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 من بسم لختم ال... تا کنی چی درم بسم بکنی. الله الرحمن الرحیم. امین فردین اومد. اوه اوه اوه. داداش شما که گردن نمی الان آدم میذاره لاکات، چند تا سوال میپرسه، چند تا حرف میزنه، هیچی. منم که دلم دریاست، آخر عمری توی وجب خاک میخوام بخوام، دروغ نمیتونم بگم. یه سوال میپرسید میریزی به همه چیا. شما که هیچی گردن نمیگیری. من اصلا امشب فقط اومدم گردن بگیرم، اصلا چیزایی هم که نیست و گردن میگیرم. خب بگو ببینم با همه بودم، من با همه، اصلا همه رو من میخوام گردن بگیرم. باشه کدوم دو تاشونو بگو. همه رو، اصلا همه مال منن. یه دو تا بگو، حالا اشکال نداره. یه دو اصلا تاشون همه رو من میخوام گردن بگیرم. هر کی رو بپرسی آره بوده، همین الان اینجا بوده، همشون اینجا بودن. جدی. ازدم ایران همه امشب اصلا فقط میخوام گردن بگیرم. رو بدنت اسم کیو خالکوبی کردی؟ داداش روی بدنم اسم که خالکوبی کردم، اسم چند تا دختر خالکوبی کردم ولی خب پاکش کردم. تازه تو هم نمیدونستی اسم یه نفر خالکوبی نکردم، من رو دستم اسم 3 تا دختر خالکوبی کردم روش پاک کردم. یعنی مهراد جان رو گذاشتی تو جیب. میگم من داداش من شامبخت خاور نیستش که پشت چشم بزنم. خب اون آقام چشم میخوای داداش بزنه، رو نه رو دست دستت بزن، رو سینت بزن، رو یه جا بزن. مگه نه مگه دست والد انسان آدم پشتش مثلا بزنه؟ بذار مردم نمیدونن. خب تو هم نگو. من اسم یکی رو میخوام سرچ کنم با لپتاپم، بعد بگی که داستان این طرف چی بوده. خوبه؟ آخه اون واسه مردم زیاد اونی که میخوای تو الان سرچ کنی، میام یه دوست دخترم خارجی بوده، برای مردم زیاد جذابیت خاصی نداره. اسپلش چی میشه؟ ها به فارسی دارم سرچ کنم. نه، چند تا سوال باحال بپرس. من الان جرأت حقیقتیش کنم. من الان امشب همه چی رو میگم. صبر کن، یواش یواش میرسیم به. من امشب همه چی رو میگم، همه چی رو. بچه‌ها میگن که پیرنت بد مونده. بذارید من پیرنمو درست بکنم. لخ بودم دیگه، ببخشید. آقا داستان مورانا چی بوده؟ اولا مورانو مورانوی ماشینه، اون نیسان مورانوه. خب این مورناه یک. ما مثل شما زبانمون خوب نیست، ما میگه مورانو. شما هر چی خواست. مورانو یوها sen demedin ایران شو مرخان هر نگودنن یاقسی sen. خب چی بوده به زبان محلی خودتون چی میشه؟ آلبانیایی بود؟ آره داشت. خب خیلی قدیمه، دوست دخترم بوده، خیلی قدیمی بوده. اسمشو من تتو کردم، اونم تتو کرده، با هم یه کات کردیم. با هر کی مشکل اومد گفت من گی ام فلان بیسا. اینا رو میخوای بگی؟ آره تو رسانه اومده چی گفته بود راجبت؟ دعوا که کرده بودیم، خب بالاخره آدم معروفی بود. خب بخاطر اینکه مورانا بود بچش، اسمش. آره بچش خراب نشه، اومد گفتش که آره من باش کات کردم چون گی بوده. حالا بودی. کوسوشه بذار ببینم. کوسوفرتو آنجلو دلاویزو لاپاتو لاکونته. صبر کن ببینم یکی از آهنگای با هم خواستید بخونید، درسته یا نه؟ الان 10 تا کس گفتم داره میاد الان. خب همین الان الان ساعت 10، ساعت 12 میرسن. خب قرار 3 روز این 10 تا کس با من دونه زندگی چند کنن حساب اینجا. کردم با تو اینا؟ نه چندین، اینا چیزا هن، دوستا من. خب قرار شد 10 نفر بیان، من 3 روز با این 10 تا زندگی کنم. خب تا یک شنبه بعد بین این 10 تا یه دوست دختر پیدا کنن. به خدا الان فردا استوری میزنم ببینید. 10 تا کار داره میاد. تو دوست دختر پیدا کن نیستی، قبول کن. چرا میخوام پیدا کنم. دونه چند حساب کردم با الان بیان؟ داداش پولی نیستن که، میگم دوستا من اینا به این نتیجه رسیدن. 10 گفتم من میرم مسافرت، تو گلچین کردم. 10 تا گفتم شما 10 تا بیاین، 10 تاتون با من زندگی کنید. خب من اون وقت از بین شما 10 تا روز دوشنبه یه نفرتون رو انتخاب میکنم. خب مثلا چه تستایی ازشون میگیری؟ تست هر تستی رو میگیرم دیگه. تست فشار رو میگیرم، فشار خونشون رو میگیرم، تست بزار بزور رو میگیرم، تست لاپاتولاکونتر رو میگیرم، تست آنجلو دلاویزو رو میگیرم، تست تتامیشی توشه رو میگیرم. دیگه چه تستایی دوست داری؟ نه مثلا اگه دوتاشون همزمان خوشت اومد چی؟ همزمان تست هر جفتشون رو با هم میگیرم. اصلا قرار همه چی فریه. گفتم بهشون، طی کردم قبلا باشون، آقا گفتم همه چی فری. اینا این 10 نفر قبول کردن. تست بارداری هر تستی رو میگیرم. به اسپانیا یه الان جمله. چند شنبه؟ 5 شنبه است نه؟ الان شب جمعه است ماشاءالله، همه بچه‌ها در حین کار دارن لایو میبینن. الان تهران همه، ایران همه پارتیه دیگه. پارتی هست. آلمان که رفت تو قرنطینه کلا از دوشنبه. اینجا هم رفت، فرانسه هم که کلا بستن.
دیگه قلیونیا بسته شد، رستوران ها فقط بیرون همین بره. خبر جدید چی داری؟ خبر جدید برامون چی داری؟ خبر جدید بابا این چیز اینا رو اذیت نکن. دیدم امروز استوری باشی ازشون. این حنیف و مهدی اینا رفیقای قدیمی خیلی باشون صمیمی بودن. هم مهدی امیرآبادی تو خونش سعادت آباد من خیلی رفتم. واقعا دیدی اینا رو نمیخوام وا کنن خودشون میگن. خب نه امروز از گروپ زنی هاشون گذاشته بودم توی چیز، مثلا با هم گروپ بودن فکر آره کنم. ولی نه اونا رو اذیت، اونا بچهای خوبه. مهدی امیرآبادی پسر خدای خوبیه. بعضی موقع لاشی بازی در همه میورد با من سر همه رو سر دوست دختر، بعضی موقع لاشی بازی در میورد، ولی پسر خوبیه. آقا من همه رو افشا میکنم ولی ببین با هم من اگه دلمو وا بکنم، خب یه من دو تا با همه اینا خاطره دارم. فوتبالیست، خواننده، بازیگر. ببین ما که ایران بودم همشون از دم خونه من اومدن رفتن. خب نه دو تاشون حالا افشا کن. آخه گل رفیقا و گل چیشون رو افشا کنم داداش؟ گناه دارن. تو هر دفعه که چیز میگه همین فردی ایران، آره ایرانم، ساعت ایرانه دیگه، من ایرانم جای خب یه دو تا حالا بعد آخه تو قبلا تو مصاحبه حامد پهلان، من خدای با آهنگ حامد پهلان خاطره دارم. من ایران یه بار چیز بودم، پارتی کردم، بعد از پارتی رفتم زندان. خب چند روز گرفتارمون با آهنگ قبل از که بگیرنمون داشتیم آهنگ حامد پهلان رو گوش میدادیم. حامد پهلان. آقا سوال من این، تو خودت قبلا صحبت کرده بودی، گفته بودی که من تو ایران آدم پولداری نبودم، اومدم خارج از ایران آدم پولداری شدم، درسته؟ من کی گفتم تو ایران آدم پولداری نبودم؟ من اصلا من این جدیدا نیستم داداش. نیو تازه به پول خوردن یه عمر تو خارجم هستن، یه کلمه خارجی هم بلد نیستن، انگلیسی هم بلد نیستن صحبت کنن. من اصلا اول اتفاقا داشتم تو تهرانش بودم، تو فرشته، تو بهترین برج پنت هاوس داشتم، خفن ترین ماشینا رو سوار بودم. از بذاری اول خفن ترین ماشینا رو سوار بودم، پورش از اومد. کجا آوردی؟ نیو فیس من نیستم تازه یه سال پول خورده باشم خودمو گم کرده باشم. خب از کجا آوردی اون از موقع؟ همون جایی که همه آوردن کار کردم، آوردم. هر بیزینسی بگی کردم. چه بیزینسی دو هر سه تا کاری. بچه اما بچه زرنگ بودم، پول در می آوردم دیگه. داشت من تازه از دهات این خیلی تازه نیومدم که تازه پول بخورم خودمو گم کنم، یه سری هم ندونن فاز گنگستر بگیرم، فاز نمیدونم رونی کولمن بگیرم، هرپر کنم. که ما آروم نشستیم داریم زندگی. اصلا اولش من یکی قدیمی ام. من بچه تهرونا میدونن قدیمی از همون اول تو شمرون بودم. پورشه، بنز، همه مدل ماشینشو داشتم. تو خفن ترین برجای تهران تنهایی مجردی زندگی کرد. نیو فیس نیستم که من مثل یه سری خودت بود یا بابات بود؟ انم کنن، کیرگوزی کنن. مال خودم مال خودت بود. بعد مال اینا رو بگو کیا منظورت کیاست الان خیلی خودت میدی داشت. هر کی که بیشتر اینا که تو مجازیان، خب خیلی هاشون داشت. من نیو فیس بعضی میبینم منو میچسونم به این نیو فیس ها. خب تازه رنگ پولو دیدن خودشونو گم کردن. من قدیم داشتم. من از همون قدیم داشتم تا چشمو وا کردم، یعنی دنیا رو شناختم. من داشتم نیو فیس من نیستم داداش. من از نیو فیس هم جدید نیستم. یه روز ال، یه روز بل، یه روز جیمبل. ولی بخوام منظور کنم نفهمید. زندگیمو شو کنم سرگیجه اولاغی میگیرن که من که نشستم دارم زندگی میکنم، با دختر بازی رو حال میکنم، اومدم اینجا ایلام بیسا. خب نه مثلا تهرون منظور بچه قدیمای تهرون منو که منو میشناسن میدونن. خب من از همون اول من بودم، از همون اول. من این جدید پدیدا نیستم. دیگه ببین یه سری هم هستن البته چی بگم. ببین من دهنمو وا کنم با من که آقا کسی، ببین اول کسی جدیدن به من نمیتونه راجع من حرف بزنه. خب هیچکی نمیتونه کسی راجع من حرف بزنه، چون یو سر تا پاشونو میارم، خاندانشونو میزنم. خب کسی با من طرف که نمیشه تو مجازی، نمیتونه با من طرف بشه که. هیچکی تو مجازی با من نمیتونه طرف بشه، چون میدونه هیچ رقمه هیچکی به من نمیخوره. اینا زمان بذات بگم، نه لحاظ هیچ رقمه الان داری به کی تیکه میندازی؟ به من هیچکی تیکه نمیندازم، کلا تیکه میندازم. کلی دارم میگم، تیکه نیستش. اینا الان اینا راجع من پست میذارم، منو بس میکنم به ال، به بیل، به جیمبل فلان. اصلا اسم من میارم، یه اسم یه نفر رو میارم، خودت بگو که تو از این اسم آدم. برای من اسم نیار، اسم فامیل بازی نکن. من کلی دارم میگم، منو بس نکنید به کسی. با رضایت خودش اسم نه یه نفر. اسم نیار. آقا یه نفر رو میگم ببین نه
رامین چی میگه؟ نه رامین همدانی شدی. نه هر کی که دوست داره. آقا نه هر کی که داداش. رامین فارسی تک کنش کرد. سوال من اینه، پول تو بیشتر یا رامین؟ درسته میندازه. ها پول تو بیشتر یا رامین؟ رامین داداش، رامین خیلی مایه داره. خب اگه بخوای بگیم رامین، الان اینجا هم هست. من رامین پول دستی میگیرم بعضی موقع. خب حالا زور تو بیشتر یا رامین؟ زور من. 2-3 بار رامینینا رو زدمش، من نمیدونستی. چجوری؟ زور من بیشتر خودش رو، زور من بیشتر، اونو خودش هم میدونه. راست میگه رامین نمیسه. 2-3 بار با مچ انداختیم زدمش. موچی. آره خب ساعت مچی. حالا زور من بیشتر یا تو؟ زور تو داداش. بابا آره چوبکاری. داداش، تو جنگی، تو سامورایی، تو میگیش، تو یه دست شمشیر به دست. نه بابا ما هستیم آقا، هیچ بچه ها همه چیز فوشی شدن اینا. خب حالا چه کارا کردی این پولا رو به دست آوردی؟ این مهمه. داداش سوالای جدید بپرس، سوالای تکراری نپرسید. من هر کاری بگی کردم. من نونو تو خون زدم خوردم. چوری بهت بگم، هر کاری کردم یه داشتی بالاخره. خب چرا؟ بیزنس کردم، از هر کار کردم. از گل فروشی کردم، تو ایران بودم. خب گل فروختم، ماشین فروختم، ساعت فروختم، ماشین، هر کاری بگی کردم، پول در آوردم. ساقی بودی؟ قبلش هم پول داشتم. کدوم گل سر چهارراه یا گل کشیدنی؟ نه گلا رو دیدم. یکم گل صدا تو چه حالتیه؟ ها. یکم بخون. میخوام این سوال راجع به خوانندگی ازت بپرسم. به تو سوالا رو بپرس. اول من این موقع شب سوالای سکسی بپرس. همین فردی، من عاشق سکس و این چیزا هم. کرد. من عاشق سوالای سکسی هم. مثلا بپرس چند بار میکنی، نمیدونم چی جوری، از این اونو سوالا این فردی هم بپرس. اما میرس. سوالای کسوش. آقا اولین آهنگ تو کی برای تنظیم کرد؟ آهنگ ایرانی مو آره. مسعود جهانی. خب پس چرا مسعود گردن نمیگیره میگه من تنظیم نکردم؟ کدومو که مگه ازش سوال پرسیدی؟ من آره تو قبلا ازش پرسیدم تو شخصی. تو شخصی؟ آره مثلا تو این واتساپ آهنگ بیبی جون و تنظیمش رو مسعود جهانی بوده. بیبی جون بیبی جون بیبی جون بیبی جون بیبی جون عزیزم. چقدر گرفت ازت؟ ها چقدر ازت گرفت؟ دیگه اینا رو نپرس دیگه. میگم از کسکونم من بپرسیم موقع شب. الان من یه ذره دارم میان بچهای سواله اینجوری از من بپرس. یا انگار مثلا نه من جسارت نمیکنم سوالای اونجوری بپرسم. امشب حشریتم زده به بشریتم. اصلا چشات داره میزنه بیرون، شب جمعه هم هست. مشخص چی زدی؟ لاین زدی؟ چی زدی؟ نه من هیچی نه. من الان جات خالی یه دونه چیز خوردم، یه دونه کیک پنیری خوردم، یه دونه چای الان قراره بیارن، یه نخ سیگار مارلبورو لایت زدم. لامبورگینی تصادف کرده بودی باش؟ نه قبضه؟ نه پس استورشی گذاشته بودی یه بار گفتی من با لامبورگینی تصادف کردم. نه اون مال من نبود. چسبوندی به خودت؟ نه یه همچین استوری باشه، مثلا چسبوندن یکی هم نبود، یه استوری باشه. دیدم لامبو خود سبز بود، بعد اینم گذاشتی گفتیم که آره. راجب اولین باری که هم دیگه تو آلمان دیدیم میگی، خاطرشو تعریف می‌کنی؟ همین سوالای باحال، چند تا حاشیه‌ای سوال بپرس. من سوالای کس و شعر نپرس دیگه. گوش بده. اولین باری که جغ زدی کی بود؟ خب کی بود؟ اینا رو می‌خوای بپرسی؟ 13-12 سالم بود. نه تا قبلش میزدم خب ولی نمی اومد. ولی میزدم این نمی‌اومد. اولین باری که اومد خب 12 سالم. یاد کی زدی بود الکی رو هوا؟ نه اولین بار که اومد با فیلم سوپر دیدی. فیلم سوپر، با فیلم سوپر زدم. آقا اینا ولش کن. اون بازیگره بود که من اسم بردم. خب کی؟ اسمش چی بود؟ کی؟ یکم فکر کن. کی؟ آقا من اون روز اسم بردم. تو با چند تا بازیگر بودی؟ من ایران با خیلیا. 2 تاشو بگو. همین دوباره گیر دادی ها. من سوال میپرسم خود گردن نمیگی. 2 تاشو خب بگو. یعنی بودی، خب بالاخره ایران بودم باشون، دوست اون زایمی که من ایران بودم بهت دارم میگم. همه از خواننده، بازیگر، فوتبالیست، مجری، خبرنگار، با همه اومدم ما با هم یه دور پارتی کردیم. منظورم کردنه.
به همین راحتی نه خوشمزه. کردن که زشته. این سوالو من نمیتونم بگم مثلا فلانی رو کردم. سوپر بپرس. من یارو کردم، یارو رو مثلا جواب نمیدی کیو کردی اینو رک بگو. خودت میگی سکسی بپرس. نه پریناز. سکسی، نه اینو اینجوری نپرسی کیو کردی، من روم نمیشه اینجوری بگم. خب پریناز. آنطور نمیتوانم مثلا کیو کردی. پریناز رو بگو. گیر دادی یا آناشی رو بگو تو. آناشیدو میگم، پریناز رو بگو. اول تو آناشی رو بگو. من آناشید هستم، در خدمتشون هم هستیم. سلامم رسوندن اتفاقا به همه مردم ایران. به من چی؟ نه گفت من با آقازاده دیگه دوست ندارم. من آخه آقازاده نیستم که من آقازاده نیستم. یه زبونی من آقازاده نیستم. تعدیگت میخوره اونوری. تو الان نه اصلا تعدیم اونوری نمیخواد. من با آقازاده ها بدم. من آقازاده نیستم. تو آناشی رو بگو، منم اونا رو میگم. من گفتم دیگه آناشید آبش توی جوب نمیره. برای چی؟ چون فکر آقازاده ام من دیگه بابات که سفیر بوده. خب چه بس ربطی داره؟ مگه من جیره خور مثلا شوهر قبلی جیره خور بودم؟ مگه مثلا من خودم هم سایم و خایم. آخرین بار که با بابات حرف زدی کی بود؟ به جون مادرم، به همون چیزایی که میپرستی. خب 2 سال پیش، 2-3 سال پیش. کرده بود. کلا من پسرمو باش ارتباط گردنت نگرفته بود دیگه. نه گردن گرفتی، گردن گرفتن و گردن نگرفتن نه، با هم حرف نمیزنیم. آقا اون عقایدش یه چیز دیگه است، من یه چیز دیگه است. من با چیزایی که اون فکر میکنه و فلان میکنه حال نمیکنم، اونم با کاری که من میکنم حال نمیکنم، با هم حرف نمیزنیم. خب بحث عوض نکن. آناشید بگو. آناشید. پریناز ایزدیار. آقا پریناز ایزدیار خیلی بسیار دختر خوب، بسیار دختر اوکی. یا قرمز بود. چایی هم رسید. خوشه جون خوشه جون. سی por favor یکی. چی خب داشتم میگفتم؟ داشتی میگفتی پریناز بسیار دختر خوب، بسیار دختر باش خانوم. هرمز. آه هرمز رفتی باش؟ ببین سوالای اونجوری نپرس وقتی دارم قشنگ تعریف میکنم. آخه نمیشه که مثلا به تو من بگم فلانی یاد بگم مثلا کردی یارو. آخه این چه سوال زشتیه. خب کردی یارو رو؟ آره درم کردم یارو. این چه سوالیه؟ آقا من نمیدونم کدوم سازتو برقصم. ببین میخوام برم استانبول رو به خاک بکشم. خب برگرده به زودی زود. بگم تاریخشو یا نگم؟ الان تو آناشید رو بگو به من، ما چیکار کنیم؟ ما آبمون توی جوب میره با آناشید یا نمیره؟ کارو جمع میکنی یا نه؟ نه نمیره اصلا. اه. به خدا حالا من باش صحبت میکنم، میگم که ازش الان رسما تو راه خواستگاری بکن. این جانب رسما ساعت چند الان؟ نه اسم و فامیل قشنگ بگو، قشنگ با 29 اکتبر ساعت 22:31. خب بعد هیچی دیگه. من اندامسورا یخم دی مسئله اصلی چخم دی. نه قشنگ رسمی بگو که من بچه‌ها نه اسکرین. خدایی ببین، نه دختر خوبه، من خوشم میاد ازش. آقا رسمی خواستگاری کن. رنگ چشاش طلاییه، رنگ لباش آقا حناییه، گوش بده بر مثل جواب. شیرینه. تو مسیر اولیا و انبیا رو برو به صورت رسمی الان توی لایو خواستگاری کنن. آقا من میخوام از تو لایو خواستگاری کنم. فقط خواستگاری که الان که آقا خواستگاری که بالاخره آدم معاشرت میکنه. البته میدونی چیه، شاید هم خودش بخواد، خب شاید هم بخواد، ولی شرایط نمیشه. میدونی چی میگم؟ شرایط جور نیست من با اون باشم حقیقتا. آقا فرض شاید کن اون خودش بخواد. خب فرض کن الان من آناشیدم تو لایوم، میخوای مثلا مخ منو بزنی. در اون بوبویی جان چجوری بود؟ کی چی دو؟ خلاصه که بوجوردی. خب نه الان فرض کن من آخه من نمیتونم همینطور رو فرض کنم. میبینم نمیتونم خب فرض کنم اون به اون خوشگلی بالاخره چشما فلان چش ابرو خوش چیری تو رو فرض کنم اونی. آخه افکت خانومم بیا مثلا فرض کن اینم چه افکت اعمال نمیشه. دیدم تو این جیگر تو خام خام بخورم، شیشلیک کنم، کباب کنم، سیخ بزنم. چجوری نه واقعا مثلا فرض کن مثلا جلسه اول داری با آناشید صحبت میکنی چی بهش میگی؟ سلام عزیز. سلامو خسروی کنم. نه اول از
اول اصلا باید صدامو خسرویی کنم. خسرویی صبر کن. سلام عزیز. صدا خیلی مهمه، صدا خسرویی بشه. وقتی داری مخ می‌خوای بزنی صدا. سلام خوبی؟ خوبم. چای خوش رنگی دوست سری داری. مرسی. خب نه صداش اینجوری اصلا نمیتونم تمرکز کنم با صدا. با این صدا آنطور اصلا نمیتوانم. یعنی اول بذار به افتخار آناشید من یه چای چیزی بریزم. چای مراکشی. چای دیدم. یه چای مراکشی به افتخار آناشید من بریزم. بیا چایش هم خودم ریختم. دیدی؟ دست در نکن. ان شاءالله به پایم پیر شید. تمام شد کار جمعه. پس آناشید من صحبت میکنم الان. شما پریناز اگه آناشید کار جمعی بریم سراغ یکی دیگه. خب حالا صحبت میکنیم. پریناز ایزدیار رو ما چیکار کنیم؟ شما بگو قشنگ. پریناز ایزدیار بسیار دختر خوب و با شخصیتیه. واقعا به نظر من یکی از خواننده‌های بی حاشیه. لطفاً تو حاشیه نبر پرینازو. خیلی دختر خوب و خیلی دختر اوکیز و آلفا بیزونیه. پریناز الان میگم دوباره برمیگه. گوشواره گذاشتی رو گوشه؟ آره. حسبت پیدا کردم عزیزم. آخه کی چرا گوش مرد میندازه؟ چه ایرادی داره گوشواره؟ آخه مرد میندازه گوشواره؟ آره برای چی نندازه؟ اونورم انداختی؟ من روی یکی از سینه‌هام هم تازه پیرسینگ دارم. اونورم داری گوشواره؟ نه اینور نه، روی سینه راستم دارم یه دونه پیرسینگ دارم. آره حالا گوش چپ مینداختی بهتر بودا. گوش چپه دیگه. تو اونجا راست میبینی. چپه. بس خوبه. گوش چپ. چند تا سوال بپرس، سوالای باحال بپرس من جواب بدم. از استانبول از من بپرس. زندان رفتن تو بابل چی بوده؟ بابل تو مهمونی گرفته بودن. چجوری؟ چه تو مهمونی رفتیم رسیدیم، خیلی سال پیش بود تو ایران. رفتیم شمال، یه دوره همی 6 نفره یا پلیسی عقیدت سیاسی استان مازندران همه ریختن ما رو فرستادن زندان بابل. با چند تا دختر گرفتنتون؟ ما 4 تا پسر بودیم 4 تا دختر. بعد مثلا اگه آدم عادی هم میگرفتن واقعا خیلی راحت. اصلا ما رو به عنوان آدم عادی گرفتن. ولی به صورت غیر عادی اومدید بیرون. نه خیلی هم به صورت ما رفتیم دو شب زندان بابل بودیم به خاطر یه دوره همی 6 نفره. کی زنگ زد اومدید بیرون؟ هیچکی. کی زندانمون رو 2 شب بازداشتگاهمون رو کشیم سند گاشیم اومدیم بیرون. سند چقدر؟ فکر کنم موقع 5 میلیون بود. بعد توی این بذار سوال حاشیه‌ای بپرسم. بذار سوال خیلی خوب بپرسم. آقا داستانه اختلافت با افشین چیه؟ افشین کیه؟ خواننده؟ نه افشین و البته الان نمیدونم با هم اختلاف دارید نه. افشین و ناصر دوستون. چه سوالایی بپرس مردم بدونن. مثلا یه سوالای کسوشه دوباره همین فریضه تو کانال کسوپرت و ماتراتسی. آقا تو بگو داستانش رو من بگم داستانش. آخه ربطی نداره. آخه واسه مردم هیجانی نیستش که الان داستان مثلا افشین و مثلا فلان و اینا. یه چیزی بپرس مردم هم لذت ببرن. مثلا از استانبول چند تا سوال هم من بپرس. بگو مثلا نظر راجع مثلا بپرسم برج بوغاز چیه؟ آره برو ترکیه. هیجانی نپرسم. بپرس خدایی راست میگی؟ بپرس. راست میگم بچه داری؟ نه. پس اون دختر اوکراینیه که یه بچه داره با تو دوست بوده و میگه خیلی شبیه ساشا، اون داستانش خب چیه؟ یه بچه داره با من دوست بوده، چه ربطی داره؟ مال توه. نه خب بود من گفتم من همه چی گردن بود میگفتم مال منه دیگه. تو استانبول بود آخه این اتفاقا. نه این درو این شایعه است. کار آمریکایی، کار اسرائیله. آقا بچه رو الان گردن نمیگیری؟ ولی خیلی شبیه تا من عکسشو دیدم. من خیلی از بچه‌ها شبیه منه. این آخه خیلی ویژه تر شبیه. همه شبیه منه. یکم فکر کن. نه الان هم هلوش فکر کنم 1 سال و خورده ایشه بچه. اسمش چیه؟ نمیدونم بعد بپرسم. برام فرستاده بود ولی ماشاءالله بزنم به تخته یعنی انگار بابا و بچه با هم شبیه بودن. آره پیتزا هم رسید. آره ولی خب چرا یه دونه رو استثنان. یه سوال بازم یه سوال دیگه بپرس. بپرس. تو بپرس.
بپرسم. خب دو تا بازیگرا رو بگو، نمیگی دیگه. مثلا میگم یه چند تا سوال بپرسم بگو نظرت راجع این چی، چند تا سوال هیجانی واسه مردم جالب باشه. راجع به ارتباط مهراد جان با دنیا چیه؟ راستشو بگم ناموسن واقعا راستشو بگو. خدا وکیلی به من خب، کس و شعر نمیگم. من میخوای مهراد میخوای راستش عین دقیق بگم چه اتفاقی میفته؟ بگو، ولی این نکته رو من به یه پرانتز باز بکنم که مهراد دوست 10 ساله من، بیش از 10 سال همشهری هم هست، یعنی دوستیمون به قدیم برمیگرده. حالا بگو، من نسبت به شناخت خودم هم میگم. بگو من حقیقت رو میگم حقیقت رو بگو ببینم پیش بینی. اول نظرم راجع به چی شو بهت بگم؟ اول بگو راجع به راجع کدوم به دوستیشون و اینکه آیا ادامه پیدا میکنه، نه هدف دوستیشون چی بوده 100% این رابطه ادامه پیدا نمیکنه. تا کی؟ ماکسیموم 3 ماه. خب بعدش چه اتفاقی میفته؟ ببین چرا من که مهراد جمو نمیشه مهراد من مهراد فقط 2-3 بار ایران بود باش ویدیو کال صحبت کرده بودم، با مهدی حسینی نه با اونا بود، 2 سال فقط با ویدیو کال باش. ببین این خب خیلی پتانسیلای دیگه داشت، اگه میخواست از ایران بیاد جور دیگه میتونست بیاد کاراشو بکنه خب، ولی رابطهش خب من حقیقت رو میخوام بگم دیگه، می چی میگم، مثلا کاری هم ندارم حالا هر کی میخواد هر چی فیلم بیسار، این رابطه بیشتر از 3 ماه بیشتر طول نمیکشه. تتویی که زد بزرگترین اشتباهی که کرد، اون اومده گول یه سری تجملات رو خورده الان خب، وگرنه مهراجم خودت با دل خودش من اینو میدونم خب راضی به این داستانی ارتباط نیست. خب این گول تجملات و نمیدونم گول تجملات و گول معروفیت و اینا رو اومد خورد و این بیشتر از 2 ماه 3 ماه بیشتر نیستش. بود اون و خود میتونست اون حالا اگه زد بیرون از ایران، به نظر من که خیلی اشتباه که از ایران زد بیرون، چون هم مجوزش رو داشت هم اجازه داشت، باید یه ذره دیگه صبر میکرد، برای سخت بود اومد بیرون، نباید این کارو میکرد، نباید با کسایی که اونو بزرگش کردن، کسایی که اونو از شهرستان آوردن تهران، کسایی که بهش پر و بال دادن توی تهران توی ایران، هادی حسینی که منیجرش بود که همه کارش کرد، نباید باشون این رفتار رو میکرد. خب اونا بودن تو رو شناختوندن، این مسعود جهانی بود تو رو کرد خواننده، و اینا تو یه دونه آهنگ بساز بدون مسعود جهانی. آقا من دارم جلوی 54,000 نفر آدم میگم، اگه خب. یکی از آهنگاش گرفت شما بگید آقا ساشا تو حرفات یه درسته. چیز بگم اینجا. مسعود جهانی تو رو کرد مهراد جمع، هادی حسینی تو رو 1 سال گوش اینجا بده 1 سال تو خونه زن و بچهش، هادی حسینی رفیقای قدیمی منن، مهراد جمع و 1 سال گوش کن تو خونه زن و بچهش آورد خوابوند، هادی حسینی زنش بچهش، مهراد جمع تو خونه خوابوند، یهو ول کرد گول یه سری داستانا رو خورد، گول یه سری افکار رو خورد، اومد اونجا آدمی که آقا من دنیا رو فقط در حد اینستاگرام و اینا دیدمش، یعنی نه تو را نزدیک نمش نه چیزی، ولی آدم یه ذره فکر بکنه یه ذره ببینه میونه دنیا هم یه آدم واسه دوستی تعادل دوستی نداره. یه روز با ساسی مانکن دوست تتوی ساسی مانکن رو میزنه، یه روز با مونتیگو دوست اینجا تتوی مونتیگو رو میزنه، یه روز با اون دوست نمیدونم فلان میکنه. 2 هفته از خودتون میدید این آدم واسه مهراد جمع راز دوستی داری میگی، خب علاوه دوستی من دارم حقیقت رو دارم میگم، به درد دوستی نمیخوره. دنیا آدمی نیستش که اولا کسی بتونه باش دوستی بکنه. بعد مهراد جان بچه است، مطالعه 76 اومده اونجا گول 2 تا ماشین پر شد، 2 تا چی میگن مازراتی و خونه توی برج فلان و اینا رو خورده، نشسته گفته خب من الان تمام 2 تا حرفمون بی زده موقعشو فلان کرده. خب مهراد جان اگر هم میخواست کات بکنه با هادی حسینی با مسعود جهانی نباید اینجوری کات میکرد. مسعود جهانی تو رو کرد مهراد جان، وگرنه توی وگرنه توی استودیو مسعود جهانی 10 تا خوشگلتر خوشهیکلتر خوشقیافتر خوش صداتر از مهراد جمع هست. می چی میگم؟ این مسعود جهانی که اینا رو برمیداره میاره روی صداشون کار میکنه. حالا صدای طرف تنظیم خیلی مهمه، آهنگایی که درست میده تو هر آهنگ تو ایران هیت میشه کار مسعود جهانیه، هر آهنگ تو ایران هیت میشه، نباید این کار که و مهراد جمع ضررشو خودش بعد از 2-3 ماه دیگه میاد میبینه، خودش 2-3 ماه دیگه استوری میذاره میگه من چه اشتباه کردم. اون آدمی که داره باش دوستی میکنه، من نمیگم دنیا دختر بدیه اصلا، چه حرفی رو نمیزنم، خب خیلی هم دختر خوبیه خب، ولی به درد دوستی نمیخوره. تو این چی میگن قبری که داره سرش دعا میکنه مرده نیست، تو اون قبر مرده نیست، بعد از 2 ماه 3 ماه رابطش کات میشه هیچ، اون وقت دوباره برمیگرده. اگه میخواد یه کاری شروع نباید، به نظر من نباید خودش اینجوری خراب میکنه. یه تیکه جلو من هم حداقل که اون تتو رو نباید میزد، اون
حالا بذار من بگم چش خاور و چش نیسان رو نباید میزد. هم هادی حسینی به عنوان مدیر برنامه‌های مهراد جمع دوست منه، هم مهدی حسینی دوست منه، هم مسعود جانی دوست منه، هم مهراد دوست منه. یعنی من فکر میکنم تنها نفریم در حال حاضر که حرف دو طرفو شنیدم، چون من مهراد دوستمه. شما پیروز برنده یک دستگاه چرخیاتی کاچیران همراه با سیدی گلدوزی شدیم. آره من با مهراد هلوش 2 ساعت تلفنی صحبت کردم، حالا مصاحبه کردیم، هنوز پخش نشده و اصلا شاید مناسب پخشش نیست. مهراد حرفایی رو که میزنه بعد وایسیم بشنون مردم. این که تو داری میگی اونا بزرگش کردن، میدونم من ببین تو نگفته من حرفای مهراد میتونم بگم. مهراد میخواد بگه اونا گوش کن ببین نگفته، ببین چقدر من آدم زرنگیم. نگفته میخواد مهراد میخواد بگه اونا نمیذاشتن من زندگیمو بکنم، اونا میخواستن هر جور که اونا باشم من باشم، اونا میخواستن رو من سلطنت کنن، اونا میخواستن من آدم اونا باشم. همه حرفا رو حتما غیر از این حرف دیگه نزد دیگه. خب من به جون مادرم نه با مهدی حسینی صحبت کردم نه با هادی حسینی صحبت کردم، ولی میدونم ولی من میدونم طرز فرمی که کات کرد با هادی حسینی درستم بود، ولی اینو میدونستم چون هر موقع من با هادی حسینی زنگ می‌زدم مهراجم تو خونه زن و بچه هادی بود. نباید اینجوری یک سال آقا کی تو یه ذره برگرد به عقب خودت نگاه کن، کی تو رو آورد تهران، کی تو رو کرد اینجوری، کی تو رو برد نشون داد به کی گوی رفت دنبال مجوزات، کی تو اینستاگرام معروفت کرد، کی همین کارو کرد. بالاخره اونا کردن دیگه. نباید بی معرفت بازی به نظر من کار درستی نیست. دو رابطه راجب رابطش داری میپرسی، رابطش هم با دنیا اصلا درستی نه. اینا به نظر من دنیا باید خودشو بره با خودش یه سری مشکلاتی که داره حل بکنه بعد وارد رابطه بشه. می چی میگم؟ مهراد دنیا من نمیگم، بازم میگم دختر خیلی خوبیه، ولی آدم برمیگرده میبینه رابطه قبلیش چجوری بوده. خب چجوری بوده پس آدم میفهمه دیگه. پس یه ذره داستان آلفابیزون به چستم قلعه است. ساشا یه نکته بگم میگی که گور تجملات این چیزا سلامتی بانو فاطیما، چون نمیگه فاطیما میگه فاطیما. مهراد وقتی تو ایران بود خب پرش برادران حسینی زیر پاش بود، خونه بالا شهر رو داشت، استودیوی 1 میلیارد تومان تجهیزات با 2 میلیارد تومان کرایه دستش بود. یعنی امکاناتی که من میدونم در اختیارش بود، یعنی 3 میلیارد تومان استودیو در اختیارش گذاشته بودن، یه دونه پرش زیر پاش بود، خونه بالا شهر، 6 ماه 1 سال خونه هادی زندگی میکرد به خاطر مشکل گوارشی که مهراد داشت، حتی غذا بیرون نمیتونه بخوره، یعنی بعد غذای تو خونه بخوره و هادی ارده بودش تو خونه خودش و از شهرستان به قول تو اومده بود تهران. اما حرف اینه که بعد حرفای مهراد هم بشنویم. شاید حالا تو آقا من کاری ندارم، هر کی تو نظر منو پرسی، من نظرمو گفتم. شاید اصلا نظر من اشتباهه. آقا من کارشناس مسائل خاورمیانه به چستم قلعه که نیستم که. تو نظر منو پرسیدی من نظرمو گفتم. آقا نظر من این دوستی، آقا هر کی نظری داره، مثلا تو میگی آقا ساشا تو با فلانی دوست چی، نظر فلانی چیه؟ من میگم مثلا نظر فلانی به تخم چپم. مثلا برام ندا یاسی چی زده مهراد جون باید میومد با من دوست میشد، اشتباه کرد، بچه هست دیگه. آره بعد چی میخواستم بهت بگم تو؟ بعد اینو خواستم بگم چی داشتم میگفتم؟ نظر شخصی من اینه. نظر شخصی من میگم آقا این دوستی به نظر من اشتباه و ماکسیموم 3 ماه دیگه به سال 2021 نمیرسه، تمام میشه. حالا اگه رسید چی؟ نمیرسه، چون میدونم نمیرسه. بس میگه که این پس برای چی با هم رو زدن اینجور رابطه برقرار تا تو ما تو؟ برای اینکه مهراد میام آدمای احساسی و آدمای بسیار هیجانی روز اول میرن تا همدیگه رو میبینن، دوم تتو میزنن، شو میکنن. این کار آدمای احساسی و هیجانی میکنن. من خودم این اشتباه رو کردم، 3 تا اسم دختر تتو کردم دستم. والا من هیچی ندارم. خب این کارو آدمای احساسی میکنن، سری زود تصمیم میگیرن فلان. آتیش تندم اینجوری خب بگاهی میشه. حالا بعد وایسیم بشنویم حرفاشو. من دارم بهت میگم اصلا من کاری نه، من نظرمو گفتم. حالا سوال دیگه از راجبی که دیگه ازم بپرسن. نظرت راجب دعوای تتلو با پویان چیه؟ دعوای تتلو با پویان خب به نظر من خب من نه با تتلو حرف میزنم الان خب نه، یعنی با تتلو حرف نمیزنم که تتلو رفیقمه خب، ولی سر داستانی اخلاق تتلو همتون میدونید چیه دیگه. یه روز با یکی خوبه، یه روز با یکی بد، یه روز یه کاره میکنه.
منم آدمی نیستم، نه آدمی هستم که بخوام دنبال کسی باشم، نه آدمی هستم که کسی مثلا جواب نده یا مثلا فلان نکنه منم عین خودش. ولی نظر من کاری که پویان کرد کاملا اشتباه بود. پویانم رفیقم خب، ولی کاری که پویان کرد و اینجوری فوش دادن و فلان کردن بسیار کار اشتباهیه. من میگم با تتلو هم حرف نمیزنم، یعنی نه با تتلو نه اصلا حرفی میزنم، نه رابطه‌ای دارم نه سخنی، ولی کار پویان که اینجوری، اولا این کار رینگ و مینگ و اینا همش مسخره بازیه. این کارم به نظر من کار فولیه. قرار تو رینگ و مگه فیلم هندیه بریم تو رینگ نمیدونم فلان کنیم؟ اما برام از تتلو هم بعیده من به عنوانم رینگ پیدا بکنیم. تو که آدم بچه نمیدونم کف خیابون تتلو بالاخره گرمی سرمی همه چی رو دیده، این دیگه چرا باید به این داستان چیز بزنه، نمیدونم رینگ بگیریم ضد عفونیش کنیم؟ از تتلو هم بعید این داستان. ولی کار تتلو کار پویان بسیار فول بود که اینجوری فوش بده. خب کارهای تتلو هم درست نیست یه سری کاراشو، ولی نباید به تتلو فوش میداد. به نظر من این اشتباهه. نظر راجع به دوستی پویان با ریان پارسا؟ من اینو خبر ندارم، مثلا هست نیست ندیدم، نه خبری ندارم. جدایش با نیلی؟ جدایش با نیلی شیخ مهدی نوشته آماده دارم. آره نه مگه فیلم هندیه؟ مگه فیلم هندیه رینگ نمی آماده کنیم بریم نمیدونم فلانو بگیریم بریم تو زمین اون یکی مگه فیلم هندیه با زشت آشتی کنید با هم دیگه بابا، بعد نور نمک هم یا نه نمیخواید آشتی بکنید بعد اینجوری فوش میدین؟ این فوشا زشته. از اولا تتلو یه آدمیه که همه رو فوش میده. خب از تتلو نمیشه ایراد گرفت، من از پویان دارم ایراد میگیرم. خب از تتلو خب نمیشه ایراد گرفت، تتلو همه رو فوش میده. خب اصلا براش مهم نیستش همه ولی من از پویان دارم ایراد میگم نباید پویان اون حرفا رو به تتلو میزد، نباید اون حرفا رو میزد به تتلو، اون فوشا رو نباید میاد. بالاخره تتلو یه آدمی که همه میده، همه اولا با همه آهنگاش خاطره داریم، آدم محبوبی، خیلی‌ها دوستش دارن. این کاری که پویان کرد، پویان به نظر من اینجا اشتباه کرد. حالا تو با یه پادرمینی بکنیم آشتی بکنم. به نظر من حالا آشتی هم نمیخوام بکنم، ولی مسخره بازی‌ها رو بذارن که دعوا و فلان و نمیدونم رینگ و نمیدونم زشت. مردم مسحکه نمیشه کرد که. نظر به عنوان یکی از اساتید امر در فضای حاجی سوال بعدی من دارم خیلی منطقی دارم جواب همه سوالا رو دارم میدم، بسیار منطقی دارم جواب سوالا رو میدم. من یه ویدیو تو یوتیوب راجع من بیرون میگفت همین فردی آدم با همه رفاقت میکنه ولی تو این حال همه رو هم آن یه سال دیگه پرسیدی گفتی که جدایی نادر از سیمین پویان و نیلی. آره با به نظر من بازم کار اشتباهی کرد. بالاخره نیلی کسی بوده که هم تو همه سختی ها تو همه مشکلات باش بوده دیگه. می آدم که یه ذره بالاخره جایگاهش یه ذره میاد بالاتر نباید گذشته خودش رو فراموش کنه. کسی که از اول باش بوده، کسی که از اول باش زندگی کرده، تو شرایط شرق بوده، باش کف خوابی کرده، تخابی هم کرده. این چی میگم؟ آره بسیار عالی. خب نظر راجع به امین فردین چیه؟ امین فردین خار همه رو گاییده. خب دیگه زندگی نشه برای کسی. یعنی چی؟ من که به خدا کاری نمیکنم. همه رو میگاییدی امین فردین، اون دنیات هم نگه دادی، همه رو داری میزنی از ریشه. آقا تو خیلی از اونایی که من زدم و میشناسی، فکر کنم جزو معدود آدمایی بودی که شاید با 90% این آدمایی که من راجبشون مستند ساختم رفت آمد داشتی، یعنی هم بازیگرا هم فوتبالیستا. خدایی به عنوان اصلا نمیخوام فکر کنی من الان توی لایوم شاید یه آدم فرض آدم غریبه است این صاحب میپرسه چقدر از این حرفایی که میزنم به نظر درسته، یعنی وقتی میشنوی خودت قبلا شنیدی دیگه راجب ارتباطاتشون. 90%ش درسته. آدما رو که میگم ارتباطات. آره درست، نه درست میگی، ولی میگم ولی نباید یه سری رو نزن دیگه. می چی میگم؟ تو میزنی به ریشه یارو. یه سری رو درست داری میگی. تو هر چی زدی تقریبا دارم میگم 90% من میگم که آدم روک و رو راستیم، 90% درسته، ولی نزن دیگه همه رو اینجوری. بابا ما همه رو نمیزنیم به خدا. عادی نظر راجع به صنعت سینمای ایران چیه؟ نمیدونم، صنعتش کثیفه، به نظر من خیلی کثیفه. نه وضعیت مثلا انتخاب نقشا و خانوما و آقایونی که توشن بله همه میدونن دیگه. این چیزی که من باید بگم که یه سوالای دیگه بپرس.
نه اینو بگو، این خیلی مهمه. همه میدونن دیگه آقا وضعیت چجوریه دیگه. بگو مثلا از زبان خودت بشنوی. همه میدونن، با اینکه از زبان خودت بشنوی. مثلا من با کسی که حال نکردم و تو سینما، خب این یارو فیلم سینمایی چی بود راجع به آقازاده ساخته بود، خب هی میگفت اینا فلان بهرنگ توفیقی. نه یه دونه کارگردان همه بچه‌هاش تو سینما هن. همه بچه‌هاش بازیگرن. الیو سعید سهیلی زاده و سینا اینا خب اینا مثلا میگن وای این چیزا بده. خب پدر همینا، خب همین با فامیلیشون چه یادم میره هی سهیلی. آره خب آقا جوونای دیگه رو بیار تو سینما، چرا کل خاندان دختر پسر پسرمو همه اینا. خب اینم میشه رانت استفاده کردن دیگه. اینا میان از رانت حرف میزنن، میگن این چیزا خیلی بده، خب این چیزا خیلی زشته، این چیزا رو نباید انجام داد. بعد خودشون میان کل خاندانشون و کل فامیلشون رو میارن تو سینما. خب اگر زشته، هم تو صنعت سینما زشته، هم تو صنعت دیپلماتیک زشته، هم تو سیاست زشته. تو دیپلماتیک هم همینه دیگه. خب تو دیپلماتیک هم همینه، ولی اینی که میاد سریال میسازه، فیلم میسازه از این رانت و این چیزا، خب پس اونم خودش هم داره از موقعیتی که داره تو موقعیت اجتماعی که پیدا کرده و یه کارگردان سرشناس شده، به جای اینکه جوونا رو بیاره، پسر خودش دختر خودش اینا رو همه رو آورده دیگه. دیپلماتیک هم همینه، مثلا تو سفارت و کنسولا و اینا جای مختلف مثلا انتخاب میکنن. تو این سیستم بودی چجوری مثلا؟ نه نمیتونم. من به قرآن امین به جون مادرم من نمیدونم. من یه سریا بس کردم به این داستان، ولی من نمیدونم، خبر ندارم. اینکه مثلا با مثلا بچهای سفارت در ارتباطی، یعنی اینکه با بچه سفارت در ارتباطی یا نه چجوری؟ نه کلا دارم میگم. کلا من نه خبر دارم نه میدونم، نه مثلا نیستم تو این داستانا، با اونا نیستم. مثلا چند تا سوالای دیگه بکن، سوالای هیجانی بکن، سوالای به چستم قله‌ای. بازیگرا رو با ریحانه پارسا تو بودی؟ دایرکت ندی؟ کدوم که این بازیگرا بودی مثلا رفتی دایرکتش؟ یکیشونو بگو، خودت اعتراف کن. من به الناس شاگردوس یه بار دایرکت دادم، پاک کردم. آقا پس این قضیه اسپانیا چی؟ بابا اسپانیا اومده، خب اسپانیا خودش اومده، من چه میدونم، اومده فوتبال دیده، اومده بازی دیده، همه مگه هر کی بیاد اسپانیا مگه با من بوده؟ من الناس شاگردوس قبلانی بار بهش دایرکت دادم، پاک کردم. دایرکتمو پاک کردم. داست با شیلا خداداد چی؟ نه خودت صحبت کرده بودی گفته بودی یا نه شیلا خداداد کدوم بود؟ بابا دیگه بخوای طرفو تخریب بکنی اینطوری تخریب نکن. نه به هر کدوم بود شیلا خداداد؟ شیلا خداداد هم بود که من باش مشکل داشتم، راجع من کس و شعر میگفت. چی گفته بود راجبت؟ شیلا خداداد بهار توپل، بهار رهنما، بهار قلقلی. اینا راجع من کس و شعر گفته بودن اون موقع. چی گفته بودن راجبت؟ کس و شعر گندگوزی اومدن واسه اینکه معروفشن دیده بشن، یه موجی رو ما سواشو راجع به ساشا اومدن کس و شعر گفتم، منم تخریبشون کردم، از ریشه زدمشون، همون موقعی تایمشون بود. اون موقع مهمونی و داستان و اینا بگو یه بار. یا داستان و مهمونی ها رو بگو، اینا توش بودن. کردانو آره من بهشون گفتم میای اینجوری حرف میزنه، من اون موقع بهشون گفتم یه سالی پیش که شروع کردن راجع من کس و شعر گفتن، قلقلی، بهار قلقلی، خب با با شیلا خداداد اینا راجع من کس شعر گفتم. من یاد نمیاد بلند شدن هر کدومشون کس شعر راجع من میگفتن، منم جوابشون دادم. وقت من میشدم بده، اونا میشدن خوبه. مهمونه کردان داستانش آره همه ببین، همه اینا ببین، همشون خب از حتی همشون. خب کردان داستانش همشون با همه اینا رو من دیدم دیگه. ببین از دوست پسره قبلشون، شوهرای قبلشون، همه رو من میشناسم. مثلا همون معناز افشار که الان توی آلمانه، شوهر قبلیش دوست صمیمی من بوده. کدوم؟ سجاد رفیعی دوست صمیمی من بوده. سجاد که تو آلمان بود؟ نه با سجاد دیگه تو همین آلمان بوده؟ نه بابا نه میگم دوست صمیمی بوده سجاد رفیعی. سجاد آلمان نبوده سجاد رفیعی؟ نه مسافرت نده یه 2 روز 3 روز بمونه، پاریس، آلمان، همه جا رفته گشته. ولی خب آقا مهمونی کردان با جزئیات دو تیکشو بگو. مهمونی کردان یه گذشتون موقع خودشون ساکت شدن دیگه، منم دیگه راجع بهشون نفتم. اگه ادامه میدادن ریشه میزدمشون، ریشه. برای اینکه من کاری هیچکی نداشتم. همین خب نشسته بودم، اومدن یه کسچه راجع من گفتن، همشون که رو موج سوار میشن دیگه. کل فوتبالیستامون اون چی اون یکی فوتبالیسته گل محمدی، یحیی گل محمدی بودن، کسچه راجع من گفت. آقا اصلا به تو چه ربطی داره راجع من حرف میزنی؟
به تو چه ربطی داره؟ تو شدی کارشناس مسائل مردم. برای مردم چیکار کردن اینا؟ من خودم مثلا علی کریمی رو دوستش داشتم. خب برای من خود علی کریمی اسطوره. اون آمد راجع من چیزی که اصلا نمیدونست، فقط یه چیز شنید، اومد راجع من تو توییترش، نم تو تلگرامش، تو کانالش اومد راجع من دوباره اونم الکی حرف زد. منم برای چی اینجوری شدن چی میگن سرنتیپیتی های ما تو ایران. نه سلبریتی و ما اینه میگیم. من اگه بخوام من دهنمو وا کنم که من با همشون خاطره هستش که بخوام بگم که همشون عدم نمیشه که آخه اینجوری آنطور که خیلی سخت است. با خاطر اسدی چی؟ ها با خاطر اسدی؟ خاطر اسدی کیه؟ خاطره دیگه، با آخ خاطر. یکی رو دارم برات بگم، وای ولی دختر خوبیه، ولش کن. اول اسمشو بگو خودم کشف میکنم. تا اول اسمشو بگو. آخه گناه داره، با اون من مشکلی ندارم. من عزیزم مگه من با کسی مشکل دارم؟ نه من آخه فقط یا من میگم یا تو میندازی تو حاشیه یا داستان به چستم قله میشه. تو اول اسمشو بگو، بقیه‌اش با من. نه تو سوال ازم بپرس. خب با کی؟ اون خانم اسمش چی بوده؟ نه برش، تو سوال ازم بپرس، همین راجع بگو مثلا نظرت راجع فلان چی، من نظرمو خیلی دقیق و شفاف بگم. نظرت راجع به بگم نگم؟ تو اول اینو بگو تو من سوالمو بپرس. نه تو سوالت بپرس. بگو دیگه. حالا تو سوالت بپرس من جواب بدم. آخه نه، من سوالایی که میخوام بپرسم به درد تو نمیخوره، بعد خودم تنهایی تو لایو بگم بعد تو بیا جواب بدی. چرا؟ راجع چیه؟ حالا بگم بعدم به خودت میگم. خب بگو اولش تو بگو. اون خانم بازیگره که توی آلمان دیدیش تو دوسلدورف، اول اسمش ت دو نقطه است، اول فامیلیش پ سه نقطه. کی؟ یکم فکر کن. بنده خدا با فوتبالیستان خیلی بوده دیگه، خاصی نیت هم شما رو ببینه. آقا تو چند تا بازیگر تو آلمان دیدی؟ اینو به من بگو. من تو آلمان دیدم، یه دو سه تایی دیدم. خب همون هتله که نزدیک. آقا کی بگو؟ بذار من ببینم. بذار تو حال خودم باشم. آقا بذار من همین الان دعوا شد لایف تو لایف. بذار خودتون منو از نزدیک ندیدید، با اینکه 5 داره سال تو جوابتو میده. ترکیه من زندگی کردم. بابا هیچ قطعش کن اینو، من اصلا راجع به این حرف نزدم که. الان داره میاد میگه که چرا قضاوت کرده. جوابشو الان بده. من که نگفتم دختر بدیه که. من گفتم دنیا دختر بدیه. من حتی ازم پرسین گفتم دنیا دختر خیلی خوبی هم هست. گفتم بده؟ گفتم بده. آیا آقا اینی که ترلان پروانه. حالا سوال دیگه به هر حال دوستان پرسیدن. بگو بعد چیو بگم؟ ترلان پروانه رو حالا چطور؟ خوبه؟ ترلانم دختر خیلی خوبیه. حالش خوبه؟ خیلی. اونم دختر بدون حاشیه و دختر خوبیه. بدون حاشیه. فقط فرشاد احمدزاده کولش کرد بردش. کجا؟ اینو خبر نداشتم. فیلم کول کردنش نداره به فرشاد احمدزاده؟ فرشاد احمدزاده که فوتبالیست. اینو من ندیدم، نمیدونم. ولی ترلانم دختر، به نظر من دختر خوب بدون حاشیه‌ایه. خوب بود. چی خوب بود؟ هم سوال خوب بود. نه میگم دختر خوب بدون حاشیه‌ایه. من نمیگم خوب بود بد بودشو من نمیدونم، میگم دختر خوب بدون حاشیه‌ایه. سوال من الان اینه که الان دنیا میگه که شما هیچ کدوم منو ندیدید، چرا راجع به من قضاوت؟ من که میگم ندیدمش. آقا من سوال پرسید نظرمو گفتم. بگو اون موقعی که خب میای تو لایو وقتی با من صحبت میکنی میگی نظر راجع آره. میشه، من نظرمو گفتم دختر خیلی خوبیه ولی به درد مهراد، به درد دوستی با اون نمیخوره. آقا نظر شخصیمو گفتم. ازم سوال پرسید نظر پرسیدم. مثل مونه یکی از اون بپرسه نظر راجع به مثلا ساشا فلان چی، نظرش اینه که آقا ساشا پسر خوبه ولی مثلا اینش مثلا اشتباهه، اونش اشتباهه. نظر اون شاید آقا اینه داستان، منم نظر من اینه. حسادت. مثلا من نظرمو دارم میگم. آقا میگه نمیشناسی، جواب شما بده.
آهنگ شمال گوش نکردش. خود من 1 ماه شبانه روز آهنگ شمال داشتم استوری میکردم موقعی که با مهراد دوست نبودم. همونایی که میگن مهراد با شیک و پیک و شمال و حمید نباشه و فلان و بیسار اینا استوری رفتن، استوریاشون موجوده. منو داره میگه؟ اولش که نیازی نداره که مثلا کسی موزیک میگه که شما استوریا رو آهنگش رو استوری کردید و اینا استوریاش موجوده. راحت من نگفتم مهراد، من گفتم من با مهراد آهنگاشو من نمیشناسم. من گفتم مهراد رو نمیشناسم، من گفتم مهراد آهنگاشو گوش شدم، آهنگاشو هم دوست دارم. تو ازم پرسی نظرت چیه، ازم پرسی آقا نظرت چیه، من گفتم من مهراد رو نمیشناسم، شخصا ندیدمش. 2-3 بار با هم دیگه توی واتساپ صحبت کردیم، با مهدی حسینی بود صحبت کردیم. من که گفتم آهنگاشو نمیشناسم، اتفاقا آهنگاشم میشناسم، خیلی هم دوست دارم، گوشم میدم آهنگشو. خب ولی من نگفتم مهراد رو نمیشناسم، گفتم که ازم پرسید نظر راجع به این رابطه چیه، گفتم حالا همین مهرادی که الان داره میگه، الان داره اینجوری میگه، 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه میاد لایو میذاره میگه بله آقا من وارد رابطه شدم، اشتباه بود فلان بود، خودش زندگیشو میسازه مهراد. من دارم حرفی که من دارم میگم و چیزی که من میدونم، من خودم تو این کار خاک این کارو خوردم. خب میدونم رابطه ها چجوریه، من نظرمو گفتم. نه من گفتم مهراد بده، نگفتم دنیا بده. خب گفتم خیلی هم دختر خوبیه، مهراد هم پسر خوبیه، ولی مهراد نباید اینجوری که کات کرد با هادی حسینی اینا، نباید اینجوری کات میکرد و وارد این رابطه‌ای که شد اگرم میخواست بشه شد اوکی، نباید شو میکرد. حرفی که من دارم میزنم، گفتم نباید این رابطه رو شو میکرد، میآورد توی اینستاگرام به همه نشون میداد. رابطه‌ای که اینجوری میشه به همه نشون بدی، شو بکنی، تهش به چستم قله است. خب رابطه‌ای که نشون بدی شو بکنی انقدر های بشه، تهش تمام میشه. کدوم رابطه بوده که اینجوری شو کرده فلان بوده؟ همین دنیا همه رابطه ها شو کرده تموم شده. همین دنیا خانم اگه رابطه هاشو شو نمی‌کرد خب شاید همه رابطه هاش میموند. ببخشید حتما باید اگه کسچر بگم حتما باید دهنا وا کنم بگم. گوش بده، دنیا الان داره میگه که حق حتما نداره. باید دهنا وا کنم بگم یه چیزایی، حتما باید بگم که مثلا طرف دیگه نتونه جواب بده. که شما حق من نداره. میگم آدمی که میاد این کارو میکنه اشتباه. اگه داره راجع من داره بد میگه یا چیزی داره بد میگه، بگم من جوابشو بدم. داره بد میگه، واسه دارم میگم، داره میگه که شما حق نداشتی توی لایو راجع به زندگی خصوصی ما صحبت بکنی، راجع به زندگی حالا خصوصی. زندگی خصوصی تو که همه جا آوردی. ببخشید حالا نمیخواستم اینو بگم، حالا که الان داره میگه دارم میگم ببخشید از امیر تتلو ساگ میزنم استوری گوشید دیگه. شما دیگه چه زندگی خصوصی؟ حتما باید اینو بگم من. خب راست میگه، حتما بعد دنیا اینو که نمیشنوه صدای من. حتما باید بگم یه زندگی خصوصی ما. خب زندگی خصوصیتون رو شو نکنید. آقا تا دوست شدیم نمیدونم از تتو کردن و از لب گرفتن و از ساگ زدن و از اینا میذارن، خب شو نکنید تا مردم نگن. بعد یه چیزی دیگه که هست، اینو بعد در دفاع از مهراد من آدمی یهو من دلم دریاست یهو میگم. ببین شاید من الان نمیگم تا جواب من مطمئنم تا آخر عمرمون با همین. بعد میشه این که عمر رابطه اینا 2-3 ماهه، اصلا یه روز عمر رابطه به تو چه ربطی داره؟ به من چه؟ بخور از کونه بچه سیر نشدی به تو چه؟ انم واسط آلوچه. همه چیز میگید که انرژی منفی به انرژی منفی نمیدم. انرژی منفی وقتی داری اینجوری میگی نظرمو دارم میگم. شو نکن همه چی تو. من نگفتم دختر بدی هستی تو. شو نکن زندگی تو شو نکن. اون مهراد بچه است، متولد 76، هنوز نمیدونه، تازه اومده اینجا، اومده دیده فلان. من میگم اشتباه، اینی که شو کرده اشتباهه. میگم شو کرده اشتباهه. حرف بدی نمیزنم که. میگه ما تیم 2 نفره خیلی قوییم. من یه نفرم. ببین من اصلا من تیم نیستم که. ایشالله که باشه، ولی از چیزی که تجربه که من دارم، چیزی که من دارم میبینم، بیشتر از 3 ماه طول بکشه یعنی رکورد زدی، یعنی برید کلاتون هم بندازید بالا. چیزی که من میدونم دارم میگم دیگه. حتما باید قاطی کنم، حتما باید یه سیگار دیگه بکشم، آقا حتما باید من برم. واقعا رابطه دنیا مونتیگو واقعی بود یا شو بود برای سایت؟ تو که مونتی رو از نزدیک میشناسی، هم محله‌ایت هم هست. دوستی دنیا خودش رو بگو. هم یعنی دنیا اینجا رو بده بالا، تتو رو ببینید. من اینم از این. خب حالا درسته بعضی از خفرها مثلا یکی مثل حالا اسم نمیارم بهش
پیشنهاد میشه که سایت بزنیم، ولی خب میتونه قبول کنه میتونه قبولم نکنه. آقا من اصلا راجع به سایت صحبت نمی کنم. من کی راجع به سایت صحبت کردم؟ نظر منو پرسی، یهو بین سوالت پرسی نظرت راجع به رابطه دنیا اون چی. گفتم آره. دنیا دختر خوبیه ولی عقل نداره. خب عقل نداره، نمیدونه داره چیکار میکنه، انقدر شو میکنه زندگیشو همه چیش به هم میخوره. من حرفی که من دارم میزنم اینه، یارو انقدر همه چی رو شو میکنه، از صحبت‌های خصوصی بند لایو میذاره. مثلا مهراد صحبت کنه بگه خب این مردم خب نمیذارن، خودتونم بخواین نمیذارن. به همین دلیل که اینقدر شو شده، من به عنوان کارشناس مسائل خاورمیانه و حومه دارم میگم بیشتر از 3 ماه این رابطه طول نمیکشه. حالا این خط این نشون، من اینجا تو ماربیا، شما اونجا تو کجا؟ تو استانبول، تو تاماز. من نمیگم خبریه ولی اومدم هنرم رو ادامه بدم. مادرمو چی شدم بدم؟ هنرم. آقا من میگم هنر تو ادامه بده. آقا بسیار آدم هنرمندی هم از مهراد جم، واقعا هم با استعداد هم خوش صدا. دارم میگم نباید شو میکردی. حرفی که من دارم میزنم میگم نباید شو میکردی. من دارم میگم آقا هم مهراد واقعا پسر هنرمند و با استعداد و خوش صداییه. خب من دارم میگم نباید شو میکردی. حالا که شو کردی خودت لطمه‌شو 3 ماه دیگه میبینی. بیشتر پیشرفت میکنه، میخواد آقا میگه که اینو گول نزدم، خودش سوار هواپیما شده با عقل خودش اومده، من کسی گول نزدم. صبر کن بقیه‌شو. من میدونم با عقل خودش اومده. خب من میدونم با عقل خود، میگم نباید شو میکردی. شو کردن کار اشتباهیه. دنیا همه رابطه‌اشو عدم زیر تا پیاز تا زیر همه رو شو کرد. خب به خاطر این رابطه‌اش هیچ کدوم نموند. دیگه هیچ انتخاب کدوم نموند. تو الان فکر میکنی خانم دنیا، تو الان فکر میکنی مثلا رابطه تو شو کردی با مهراد، 1000 تا دختر نمیرن واسه مهراد بنویسن وای دنیا اگه شو نمیکردی رابطت میمون. حالا شو کردی لطمش خود 3 ماه دیگه بقیه رابطات میخوری. تمام شده. حرفی که من دارم میزنم اینه. خب الان جفتشون داغن، آتیشی هن. آقا بیشترم من که کسی دیگه دختربازی و کسبازی نکرده بیشترم من که. حتی تازه میگن میخوای یکی رو بشناسی باید حداقل 6 ماه بگذره، یعنی 6 ماه باید با یارو میشه بری بگی با کی تا حالا 6 ماه بودی؟ میشه بگی تا حالا با کی 6 ماه بودی؟ 6 ماه با کی تا حالا؟ والا ما رابطه‌ای که شو کردی همش ماکسیمم 2 ماه بوده. رابطه‌ای که شو کردی همش 2-3 ماه بوده. کیو تا حالا 6 ماه بوده؟ اگه شو نمی‌کردی همه رابطات میمون. همه رابطات. همه رو اومدی شو کردی، لطمش هم خودت داری می‌بینی. فردا روز با همین مهراد اگر شو نمی‌کردی شاید بچه دارم می‌شدی باش. میگه مگه ما از نزدیک دیدی؟ من آقا مگه خودم نگفتم تا حالا دنیا رو ندیدم؟ من گفتم یا نگفتم امین؟ گفتم من تا حالا دنیا رو ندیدم، نه میشناسم، دختر خوبیه ولی اینجوری گوش دوستی بده. میکنه به دقیقه سو نمیکنه. حالا بهتون میگم چرا میگن اون بچه، چون که من تو این سن شدم. این خب تو این سن شدم. آقا دمت گرم، دمت. من نمیگم آقا چرا نمیفهم منظور منو. من دارم میگم آقا بسیار آدم هنرمند، خوش صدا و با استعدادیه. دارم میگم ولی این روشی که رفت، آقا من 4 تا پیرن از اون بیشتر پاره کردم دیگه. خب من میدونم من یوم دارم تو غربت زندگی میکنم، خاک غربتو خوردم، بدبختیشو کشیدم، کفخابی تخابی غربتو کردم. دارم میگم این راهی که رفتی داداش من تهش بنبسته. حالا میخوای قبول کن، میخوای قبول نکن. 3 ماه دیگه خودتو میای میگی آقا الان تو این تاریخ اینو ضبط بکن که خودش بدونه. 3 ماه دیگه میگه این راه رو من رفتم. شو کردن رابطایی. اسم اون مهراد میگه که اسم اون کسایی که آوردی مثل هادی، مهدی، مسعود جهانی، اونا به خودم ربط داره و خودم جوابشون رو میدم، لازم نیست جوابشون رو بده. خب اونا رفیقای من تو از من سوال پرسی، گفتم اونا رفیقای من میدونستم. هر موقع به مهدی به من زنگ میزد با مهراد بود. خب هر موقع مهدی من که حتی اون موقع قرار بود مهراد یه دونه شعر و ملودی هم به من بده، برای من فرستاد. بعد به من زنگ زدن گفتن که نه مهراد گفته که ساشا اونو نخونه. هنوز شعر و ملودی هم دارن. یه شعر و ملودی اون موقع برای من مهراد فرستاد که من اونو بخونم، که بعدش مهراد بعد 2-3 روز مهدی به من زنگ زد گفت مهراد میگه نه اینو نخونه و فلان. ساشا من خودم میخوام بخونم. فقط در همین حد بوده. آقا مهراد میگه چی خواهم داشت با مهدی حسینی؟ شما که نمیدونید از روابط 2 نفره دیگه. آقا من اصلا کاری به روابط 2 نفره دیگه ندارم. نه میگم مهدی حسینی داری از من پرسیدید آقا نظرت چیه؟ من گفتم این روشی که آقا اصلا هادی حسینی، ببین اولا بذار بگم هادی حسینی خب مهدی حسینی اصلا هیچ کاری ندارم. من با مهدی رفاقت کردم.
هم به موقعش رفیقن، هم به موقعش آدمای بی معرفتی ان. خب من دارم تو لایو دارم میگم ممکنه خودشونم ببینن، هم مهدی هم هادی. خب آدمایی هستی که مثلا تو رود الان مثلا با دخترم که هستی تو رود میان میگن چی روتو ور میکنی، به دختره میگه مثلا حالا اگه مهراد باشه مهراد اینه ال بل بد میگه، ساشا باشه راجع منم بد میگه. اون از هادی و مهدی. خب میگه اون از هادی و مهدی. خب شاخ اون از مجازی. هادی و مهدی بد میگن. آقا من میدونم، من خب الان درد مهراد رو میدونم چیه، چون من اون آدمای مهدی و مهدی و هادی رو میدونم، آدمایی که دوست داشتن سلطنت کنن روی یارو، دوست داشتن میگن این آدم ما، دوست داشتن میگن این مال ما، هر کاری ما بگیم میکنه، هر کاری همه یارو میدونن، اخلاق اونا رو میدونن، مثل اخلاقای تخمی دارن اونا. ولی دارم میگم جوری که مثلا بخواد مثلا اینجوری بره، حداقل خوب باشون تمام میکردی میرفتی. حرفی که من دارم میزنم اینه. الان نگو، بذار تو همون مصاحبه‌ای که می‌خوای انجام بدی. مهراد میگه من تو مصاحبه همه رو میگم من شاخ مجازی نیستم، دارم ترجمه میکنم. خب من شاخ مجازی نیستم و نمیدونم تو مجازی شو بکنم دیگه الان شدی دیگه. ببین دیگه این یه چیزیه که چی میگه، یه ضرب المثل هست دیگه، این یه چیزی که توش افتادی دیگه و این اشتباهه. به نظر من اگر هم میخواست دوستی بکنه، حالا دنیا میگه ما 5 ماه قبل با هم تو رابطه بودیم، 5 ماه دیگه هم همینجوری چرا خاموش ادامه میدادی. حالا که روشن شد چرا 3 ماه بیشتر طول نمیکشه. این خط این نشون 3 ماه دیگه شما بیاد به من بگید آقا که خیلی تتوی قشنگیه. بعد چرا هرستون میگیره؟ هرسم نمیگیره. خب مگه خاوره آقا پشتش میزنه؟ آگه مگه نیسان آبیه؟ من پشت موتورا میام چشم میزنه آخه. حالا چشو زای جایی من خودم مثل 3 تا دختر رو دستم تتو کردم. مگه خاوره خب پشت آدم میزنه تتو رو؟ هرس نخوردم، خندم گرفت وقتی تتو رو دیدم، خندم گرفت. گفتم چش خاور آدم پشتی آخه پشتی شدم چشم میزنه. میگه 2 تا تتو دیگه هم دارم. حالا الان دنیا تو که همه رو تتو کردی، خدا وکیلی الان حق مهراد اینه. ببین تو که تتو کردی، الان خدا وکیلی حق مهراد اینه صبح تو بری اسم مهراد رو تتو بکنی. با هر ماشین حسابی که دارم حساب میکنم حق مهراد جمع اینه که تو بری صبح اسمشو تتو بکنی. نکنی خیانت در حق مهراده به نظر من. دوستانی که تو دنیا به نظر من بذارید یه کاری بکنم، کاش که بتونه با اون یکی پیج منو بیاره لایو، دو تا نه لایو. ببین، نه به نظر من باید، خب به نظر من دنیا باید فردا خب اسم مهراد تتو بکنه، چون اینجوری نمیشه که. دارم استوری می‌کنم استوریام چی میگه؟ و اینکه او مای گاد انرژی مثبت بفرست. آقا این انرژی مثبت برای شما، مثبت انرژی مثبت. ولی فردا برو اسم مهراد رو باید تتو بکنی. مهراد من به نظر من تو اینجا حداقل زیر گردن، نه یه جایی که مشخص باشه. که چرت و پرت میگن تو فضای مجازی، منظورم با اوناست. منظور همین درسته میگم؟ نباید بره فردا، نباید بره اسم مهراد رو تتو بکنه. آقا میگه همین نباید اسم مهراد رو تتو بکنه. سوال من اینه. از اینا نمیتونست حرفی بزنه، یعنی نمیتونست که میتونست، ولی خب نگه داشته بود برای یه روزی که مثلا استفاده کنه، من بیام از من استفاده کنه، آقا بیا این تنظیم رو بزن، بیا این شعر ملودی رو بده، بیا فلان کن، بیا خب من همه رو قبول دارم درست، ولی میگم نحوه کات کردنت با اونا میتونستی خیلی قشنگتر کات بکنی بیای. حالا از این بگذاریم، تتو کی دنیا تتو میکنه اسم مهرادو؟ بعدش هم آهنگ قسم مگه کلا صفر تا صدش خود انجام تموم شده رفت. میگه اگه قسم 0 تا 100. البته یه چیزی بگم واسه شما، 6 ماهی که مسعود جهانی در ترکیه بود، مهراد میگفت تمام آهنگا رو من تنظیم میکردم، به اسم مسعود میخورد. این حرفش محرمانه بود ولی به من زد. من در اینجا در اوج عدالت دارم میگم، یعنی تمام 6 ماه آخر آهنگایی که شهاب مظفری میومد بیرون یا خیلی از خواننده‌های معروف که با تنظیم مسعود جهانی میومد بیرون، مهراد تنظیم کرده بوده. یعنی مسعود جانی دروغ میگفته کار خودمه؟ اینجوری که مهراد گفته بوده. این چیزا وارده نمیشه، نه یا بگو بذار من مسعود جانی رو بگیرم، اینجوری نمیشه اصلا. کی گفته من فرار کردم از دست چه فراری؟ اینجوری نیست، تحت یه چیزای قراری مجبور شدم. حالا خیلی خاله مثل اونم بد میشه تو ایران چیز نکن. خب حالا تتو رو بگو دنیا، تتو کی مهراد رو تتو میکنی؟ بگو اینا، بگو تتو کی مهراد رو کی تتو میکنه اسم مهرادو. نوبتی هم باشه خدای نوبت مهراد باید تتو بکنه. آقا میگه میخوای مفبری کنی، الان گفت یه سری از تهیه کننده
کننده ها و برنامه میگه تهیه کننده ها برنامه‌گذار. من خیلی براشون احترام خاصی قائلم، ولی این سری خواستم اینو فقط بدونید، من دنیا جهانبخش مدیر 4 تا پاسپورت، یه نکته بگم، 4 تا پاسپورت بگو خلاف این مواد فروشی 4 تا پاسپورت داری و اسپانسر چیزه مهراد جمع هستش، گفتم در جریان باشیم که به این اسپر میاد صحبت می‌کنیم. چی؟ بله. نه یه بار دیگه بگو. مدیر برنامه‌هاشه دنیا همه جهانبخش. روند کاری مهراد هست. الان یه روز یکی زنگ میزنه آره بیا آمریکا، یه روز یکی زنگ میزنه بیا کانادا، یه روز یکی زنگ میزنه بیا اونجا. نه، زنگ نزنید الکی. ما همه کارامون برنامه داره، مشاور داریم، همه چی برنامه‌ریزی شده است و طبق مشورتی که با من میکنه همینجا کار خراب شد. اگه با تو مشورت میکنه کار خراب شد. تا همه اونا درست، ولی مشورت با تو بکنه کار اینجاست که کار گشاد میشه. اینجا نباید مشورت باید اینجا کار یه ذره ایراد داره. کدوم قسمتش ایراد داره؟ یه با زیر مشورت من اینجاش یه ذره کار ایراد داره، کار سوراخ شد اینجا. چی میگه؟ آره واسط استودیو میزنیم، میبریم فلان، نیازی نه به استودیو زدن شما داره. بابا به قرآن آدم هنرمند، آدم با استعداد تو ایران زیاده، به جون مادرم زیاده. خب حالا مهراد الان اینجوری، من آقا حرف من دارم میگم آقایون لیدیز اند جنتلمن، اگر این رابطه بیشتر از 3 ماه طول کشید خب شما بیاید هر چی دوست دارید بگید. خب این خط این نشون حرفی که من دارم میزنم. چرا چون انقدر شو کردن داستانو، خب کار گشاد شد. ولی حالا حداقل کمترین کاری که دنیا میتونه بکنه باید فردا یا تو این هفته اسم مهراد رو تتو بکنه، وگرنه داره در حقش خیانت داره میکنه. غیر از اینه بذار براش بنویسم چرا اسم مهراد رو تتو نمی‌کنی روی بدنت. آقا من کامنت گذاشتم براش همین الان ببینید. آفرین. خب باش اینو بیار پایین. گفتم یا اگر میخواد دنیا، اگر میخواد رابطهش صفر بمونه و بیشتر از 3 ماه طول بکشه، مهراد باید حامله کنه دنیا رو، یعنی بچه بیارن. تنها راه نجات رابطه اینه که بچه بیارن. باز به تو ربطی نداره. موقع تو چی جواب میدی؟ نه خب میگم تنها راه از نظر من، اگه میخواد فکر مثلا نظر منو بگم، میخواد رابطهش طول پیدا کنه تا حداقل 9 ماه 10 ماه 1 سال، باید بچه دارشن. همین فردا، امشب فردا. ولی شب جمعه هم از چیزام داره. تعداد بیننده لایومون بیاد پایین. این حرکت تو نمیبخشم دنیا. خدا چرا ولی من مدیریت کردم که بتونید هر دو تا لایو رو با هم ببینید. آره ولی از نظر شخصی من، خب نظر منو پرسیدی، نظر من این بود، ولی حالا این داره اینجوری، به نظر من حداقل باید این همه، اگه دوست داره این همه مهراد رو دوست داره، خب باید بره اسمش رو تتو بکنه. به نظر من منتظر موزیکای خیلی خفن مهراد باشید. منتظر. خداحافظ. باشه بس. آره مرسی. خداحافظی کن. مرسی. برو کار دارم، میخوام یه ذره کاری تخریبی. اوکی باش هستی. مرسی که منو فالو میکنی. خواهش میکنم. شما هم مرسی. منم فالو کنید. آره مرسی. آره خواهش میکنم. رو ول کن. منو آره فالو خواهش میکنم. بذار خداحافظی کنه، من حالا من شروع کنم بگم که الان خودش هم بره ببینه. خداحافظی. الان فکر کنم میتونه لایو شما رو ببینه. دوستان منو فالو کنید که من تمام این چیزا رو خودم به عنوان آره خلاصه از نظر من پرسیدی. خب از نظر شخصی منو پرسیدی. اولندش که باید اسم مهراد یک تتو بکنه. خب که واسه اون خب بگو. آره اولندش که دنیا خب باید اسم مهراد رو فردا تتو بکنه روی جاش. خب حالا هر جاش که خودش دوست داره، برای اینکه خیانت در حق مهراد. وقتی این همه اسم تتو کردی، اسم مهراد بهش میرسه. دوما نظر منو داری میگی این رابطهشون بیشتر از 3 ماه طول نمیکشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خیلی شو کردن. دنیا همه رابطه‌اش انقدر شو میکنه، انقدر میان از مهراد به دنیا میگن، از دنیا به مهراد میگن، این رابطه اتوماتیک وار 3 ماه دیگه کات میشه. اگه میخواد رابطه رو نگه داره باید بچه دار بشه. خب باید بچه دار بشه. اگر نه این خط این نشون. چون میدونم الان داره لایو ما رو میبینه، میگه ممکنه بهت بگی که خب به تو ربطی نداره الان به صورت، چون اینو یه بار گفتی میدونم که ممکنه اینو بگه، ممکنه بگه که
به تو ربطی نداره توی زندگی ما دخالت من میکنی. اصلا دخالتی نمیکنم. تو از من، تو به عنوان کارشناس مسائل خاورمیانه به چستم قلعه اما سوال پرسیدی، گفتی نظر راجع به این رابطه چیه؟ گفتم این رابطه بزرگترین اشتباهی که کرد مهراد که، چون دنیا که براش فرقی نداره. خب دنیا دختر، من اولا نگفتم دختر بدیه که اومد اینجوری گور گرفته وای چرا گفتی البل جیمبل. من گفتم خیلی دختر خوب است ولی به درد رابطه دوستی و به درد رابطه فابریکی نمیخوره. به چه دلیل؟ چون من بالاخره همه رابطه‌هاشو شو کرده، به همه رابطه‌اشو دیدیم. حالا بخوای باشه. اسبیاری با اسبیاری مثلا کلشون هستن دیگه. من یه چیزی بهت بگم. من خودم با مهراد که صحبت کردم میگفت واقعا رابطه ما جدیه، من دوستش دارم، عاشقشم و به نظر من امین داداش از تو بعید داداش، این خب بالاخره باید هم این حرفا رو بزنه. من بازم دارم میگم مهراد یه ذره درگیر چیز شد، درگیر چی میگن، اومد دید و نمیدونم فلان و بیسار و استانبول خونه، یه ذره درگیر این داستانا شد. میتونست خیلی جور دیگه بره. حالا رفت اوکی همدیگه رو دوست، ولی شو کردن این داستان خب بزرگترین اشتباه بود. به سال 9 میلادی جدید نمیرسه داداش این رابطه. حالا میخوای قبول کن، میخوای قبول نکن. آقا یکی از دوستان برای من کامنت گذاشته که داداش مهراد ابی نیست انقدر بزرگش نکن. نه واقعا بحث بزرگی و کوچیکی نیست، چون من هر دو طرف و حال ما داریم راجع به موضوعی صحبت میکنیم که نفر دوم نیست. یعنی اگر این قضیه برعکس بود و مهراد الان تو لایو من بود و ساشا بیرون بود، من صحبت میکردم و از ساشا دفاع میکردم چون نیست. خب و چون من صحبت مهراد رو شنیدم دوستان، خیلیاتون نشنیدید و دفاعیاتش رو شنیدم و دفاعیات مگه دادگاه؟ نه به هر حال خب این حجمه ای که اومده سمتش، خب از خودش دفاع کرده دیگه، اومد گفت آقا داستان بابا اینطوری. مهراد جوون الان باید کلی اشغال کنه، دختر بازی بکنه، نمیدونم چه کاری. همینطور فقط یه حرف به من زد، گفت من 6 ماهی که مسعود جهانی در ترکیه بود من آهنگ‌ها رو تنظیم می‌کردم و به اسم مسعود جهانی بیرون میومد و هیچ کسی این قضیه رو نمیدونست. خب این الان یه چیزیه که داره بذار مهراد من مسعود، بذار من اینا رو بگیرم بیام رو خط ببینم ایام اینا درسته. بده، این چون من الان بیرون دارم. من هنرمندم، الان برای من نوشت یه پیام چیز بکنم ببینید. نوشته هنرمندم و شاخ مجازی نیستم، اینو بگو. من آدمم که سم آقا اوکی همه رو اصلا میخوای راجع به یکی دیگه حرف بزنیم، یکی که خط تهش بهت بگم. تو نظر منو پرسی، من خودم نمیدونم راجع به اینا حرف بزنم. گفتی نظرت راجع به اینا چیه؟ منم گفتم آقا به نظر من شو کردن این داستان، خب این داستانشون ادامه پیدا نخواهد کرد بیشتر از 3 ماه. ببین من علیه سوال دارم. خب تو صدای مهراد رو شنیدی دیگه درسته؟ نظر راجع به صدای مهراد چی Ya هستش؟ durmieron. ¿Ah? پول 100.000 personas. تو وقتی حرف میزنی من اسپانیایی. آقا سوال من اینه که خودت آدمی هستی که داری خوانندگی رو الان ادامه میدی، الان من شنیدم تو مارکت اسپانیایی داری کار میکنی، از ایرانی اومدی بیرون، صدای مهراد رو هم شنیدی. مهراد چیه؟ چیم نظر چیم راجع مهراد چیه؟ راجع به صدای مهراد و آقا مهراد صداش واقعا خوبه. من خودم با آهنگاش خاطره دارم، آهنگاشو گوش شدم، استوری هم کردم و بازم باشه مثلا گوش میدم. صداش خیلی قشنگ، آهنگاش هم قشنگه. بذار من یه تیکه از صداش هم بذارم، نظرت چیه ها؟ دیگه صداشو گوش دادم دیگه. میدونم آهام جونم یام به پات میمونم واسه موندن من قصرم نبر به جونم تک ستاره. خدایی صداش خوبه، حالا جدا از اینکه رفیقمه ولی صداش خوبه، قبول داری اینو؟ ولی اینکه حالا ما بخوایم بگیم که بعد صبر بکنیم زمان بگذره، نظر خودت چیه؟ من به نظر من بعد زمان بگذره. آقا میخوای راجع به یه موضوع دیگه صحبت بکنیم، یه سوال دیگه بپرس. خب نظرت راجع به آینده موسیقی مهراد چی هستش و به کجا میرسه؟ ببین به نظر من آینده موسیقی مهراد، اولا الان مهراد بعد موقعی زد بیرون، خب تو داستان این چیز کرونا اومد بیرون. خب اولا این کرونا هم حالا تمام نمیشه، بخواد کنسرت اینا بذاری 1 سال طول میکشه. خب و اینکه مارکت موزیک ایرانی تو خارج از کشور یه ذره سخته دیگه، از ترکیه بخواد شروع بکنه یه ذره سخته. به نظر من اگر
مهراد زرنگ باشه الان تو این تایم باید چیکار بکنه؟ باید ویزای اروپاشو جور کنه، در بیاره ویزای انگلیسشو جور کنه، ویزای کاناداشو جور کنه که وقتی باز شد بتونه کنسرت بذاره. اگر الان بخواد بشینه تا زمانی که باز بشه اون موقع به فکر ویزاش بیفته سوخت میده. اگر الان صدای منو میشنوه از الان باید به فکر گرفتن ویزاش باشه، اقدام بکنه ویزای شنگنش رو بگیره، ویزای انگلیس رو بگیره، ویزای کانادا رو بگیره. اون موقع بعد یه سال دیگه این کرونا این داستانا تمام شد اون وقت کنسرت بذاره، به نظر من کنسرتاش پر میشه. ولی دنیا هم حسابی ازت شاکی بود لایو بذار گذاشت. شاکی باشه، من حقیقت رو دارم میگم، هر کی میخواد شاکی باشه بذار شاکی باشه. حالا ایشالا من منتظرم که مصاحبهش رو به وقتش انجام بدیم با مهراد، بشنویم صحبتاش رو. خیلی حجمه به نظر من الانش فکر کنم الکی زیاده. هم توی حالا ایران میخوای راجع به یه داستان دیگه صحبت، یه سوال دیگه پرسی؟ بریم بیرون. خب شما داستان دوستی با ترلان پروانه به کجا رسید؟ من با ترلان پروانه دوستی نداشتم. خب پریناز با ایزدیار ترلان پروانه مثلا سلام علیکی داشتیم ولی دوستی نداشتم من اصلا. با پریناز ایزدیار پریناز ایزدیار هم دختر خیلی خوبیه. بس اون قبلیه بعد جواب بدی. اونجا دیدی قبلیه من با پریناز ایزدیار آخرین باری که دیدمش 4 سال پیش بود، 3-4 سال پیش بود خب چیکار تو کردی؟ ایران. هیچ کار خاصی نکردیم، اونم این دوست این بقیه دوستم بود. تو ایران بالاخره چمرون همه دیگه رو میشناسن. نه چیکار؟ اون کار من مهمه برام. نه کار خاصی نمی‌کردیم. یکم فکر کن. فکر کردم، فکرامو کاملا کردم. اونم دختر بدون حاشیه، جزو اونا که بعدم میادشون شیلا خداداد، بهار قلقلیه، دیگه کیا بودن گوه مفی خوردن، یکی دیگه هم بود پرستو صالحی. اوه از اونم خیلی بدم میاد پرستو صالحی، فقط کافیه بیای که برین اون بیاد بخوره. اونم همین جوریه. ببین بیشتر اون تایمی که مردم اون تایم به من مثلا یه ذره بد و بیرا فلان میگفتن تقسیم این 3 نفره: پرستو صالحی، شیلا خداداد، بهار قلقلی. خب آره دیدم ستایی با هم گروپ شده بود. ستایی با هم تیم شده بودن مثلا منو بکوبن. نمیدونستم من بخوام بکوبم یه افعی هم که کلشونو میکنن. بابا اینا کلشو البته میدم فلان. من حالا نمیتونم برنامه مثل تو عده. من میگم یه جور دیگه من صحبت میکنم راجع به این آدم ها و صنعت رونق سینما. با دست کار میکنم، دست ما یدیم. با ید نشون میدیم که وضعیت صنعت سینمای ایران چطوریه و امیدوارم ختم خیر بشه. ساشا پای چیزی لایو سیو میکنی لطفاً؟ من لایوامو همین سیو نمیکنم حقیقتا. یه دونه رو سیو بکن، من میخوام ازش یه دونه کپی بگیرم. خب من سیو میکنم، خب میذارم 1 ساعت باشه بعد پاک میکنم. آره لطفاً اگه این کارو انجام بدی ممنون میشم. حالا نیم ساعت هم فقط من یه دونه کپی ازش بگیرم از لایو. اوکی. و بعدش پاک بکن. حالا شاید خیلی از دوستانم از ابتدای لایو نبودن، لایو تو لایو شده بود صحبت ما. شاید یه چیز بگم، اینو هم بگم، حالا به نفع خود میخوام صحبت بکنم. یه جایی شاید سوء برداشت شده باشه، یعنی خود دنیا الان لایو گذاشته بود، حرفه اول ساشا رو نشنیده بود، اولش رو بشنو بعد بیا به وسطش. بس شاید وسط لایو اومده بوده، خیلی از دوستان براش فوروارد کرده بودن شنیده بوده. و بازم میگم آقا هم توی ایران خبرگزاریایی که راجع به مهراد صحبت میکنن، خبر میزنن، نمیدونم رسانه ها، خبرگزاری ها، آقا با طرف هنوز تلفنی صحبت نکردید، حرفشو نشدید، مصاحبهش پخش نشده، چرا راجعش تحلیل میزنید، گزارش میزنید؟ فرقی هم نمیکنه. همین جان ببخشید کوسا اومدم، من باید برم. برو. آره کوسا اومدن 10 تا اومدن. خب من فردا بالاخره میذارم استری، بعد یکی رو انتخاب بکنم دیگه. باشه من لایو سیو میکنم، نیم ساعت سریع چیزش کن فلان کن. بچه‌ها خداحافظ، همگی خداحافظ. Have a good sex. آقا حتما فالو کنید. اون دنیا آره میگفت آره.